سلام و شب بخیر به شما دوستان عزیز. به کانال آوای خواب خوش اومدید. جایی که میخوایم با قصه ها و روایت های آرامش بخش ذهن شما را از هیاهوی روز دور کنیم و قلبتون رو سبک و آروم کنیم. امشب با ما همراه شوید تا در دنیایی از قصه های پادشاهان قدم بگذاریم. جایی که صداهای ملایم و روایت آرام شما را به لحظاتی آرام و راحت هدایت می کند. پس راحت بنشینید و نفس عمیق بکشید و اجازه بدید که قصه ذهن و قلبتون رو با آرامش پر کنه. روزگاری در سرزمینی دور پادشاهی مهربان و دانا به نام شهریار زندگی می کرد. او شهری با شکوه و قصرهای رنگ طلایی داشت، اما قلبش همیشه به دنبال آرامش بود. هر روز صبح پیش از آنکه آفتاب گرم بر زمین بتابد، پادشاه از تختی نرم و گرم برخاست و به سوی باغ بزرگ قصر قدم می‌زد. باغی پر از درختان سبز و گل‌هایی با عطر آرامش بخش، جایی که صدای پرندگان و نسیم ملایم همیشه به گوش می‌رسید. شهریار دوست داشت در کنار حوض‌های کوچک که آب زلال در آن جریان داشت بنشیند و به صدای قطره‌های آب گوش دهد. او می‌دانست که این صداها مانند نغمه‌ای آرام دل هر انسانی را سبک می‌کند. یکی از همین روزها شهریار تصمیم گرفت که درخت بسیار قدیمی که در باغ داشت را بررسی کند. درختی که سالها در مرکز باغ بود. تا آسمان امتداد داشت و زیر سایه اش شهریار احساس می‌کرد که همه نگرانی‌ها و غم‌ها از او دور می‌شوند. وقتی نشست و چشمهایش را بست، نسیمی ملایم صورتش را نوازش کرد و صدای پرندگان هم هم‌آوا شدند. گویی برای او ترانه‌ای آرامش بخش می‌خواندند. پادشاه احساس کرد که قلبش سبک و رها شده. شهریار به یاد آورد که روزی پیرمردی دانا به او گفته بود هر پادشاهی که دلش آرام باشد، قلمروی او نیز آرام خواهد بود. از آن روز به بعد او هر روز زمانی را فقط به آرامش اختصاص می‌داد. بدون عجله و بدون فکر به امور روزمره رسیدگی می‌کرد. در یک از این روزها دخترکی با موهای طلایی و چشمانی روشن به باغ آمد. او شاخه‌ای گل رز به شهریار داد و گفت این گل برای آرامش قلب توست. پادشاه لبخندی زد و گل را در گلدانی زیبا قرار داد. هر روز دخترک به باغ می آمد و با قصه های کوتاه و لطیفش شهریار را به دنیای خیال و آرامش می برد. او داستانهایی از ستارگان، رودخانه های آرام و شبهای روشن تعریف می کرد. شبها وقتی آسمان با هزاران ستاره روشن می شد، شهریار روی بالکن قصر می نشست و به نور ستاره ها نگاه می کرد. نسیم شبانه بوی گلهای باغ را به اطراف می آورد و قلب او را پر از آرامش می کرد. شهریار فهمیده بود که آرامش واقعی در ساده ترین چیزهاست. یک لبخند، یک نسیم ملایم، صدای آب و نور آرامش بخش. او دیگر به دنبال قدرت بیشتر نبود، بلکه به دنبال لحظات آرامی بود که دلش را شاد کند.
یک روز در حالی که در باغ قدم میزد، شهریار متوجه شد که درختان، گلها و پرندگان با او سخن میگویند. هر برگ درختی داستانی از صلح و آرامش داشت و هر پرنده‌ای ترانه‌ای برای دل او می‌خواند. او نشست و دستهایش را روی زمین گذاشت و احساس کرد که انرژی آرامش بخش به او منتقل می شود. نفسهایش را عمیق‌تر کرد و قلبش آرام گرفت و ذهنش هم سبک شد. در همون زمان یک پروانه زیبا روی شانه او نشست و با بالهای رنگارنگش بازی نور را به اطراف پخش کرد. شهریار لبخند زد و گفت: چه دنیای آرام و دلنشینی. شب فرا رسید و قصر با نور شمع‌ها روشن شد. پادشاه به اتاق خود بازگشت و زیر پتو نشست، اما قلبش هنوز در باغ و کنار درخت بزرگ و حوض آرامش بخش بود. او به آرامی نفس می‌کشید و چشمهایش را بست. صدای آب نسیم پرندگان را در ذهنش مانند لالایی آرامش بخش می‌نواخت. در همون لحظه شهریار خواب آرامی دید. او در خوابش پرواز می‌کرد. بالای کوه‌ها، دره‌ها، کنار رودخانه‌های آرام، جنگل‌های پر از نور، همه چیز در خواب او به رنگ‌های ملایم و نورانی بود. هیچ نگرانی و هیچ عجله‌ای نبود. صبح روز بعد وقتی خورشید بر قصر تابید، شهریار دوباره به باغ رفت. او فهمید که آرامش واقعی نه در ثروت و نه در قدرت، بلکه در لحظات کوچکیه که دل را سبک می کند. او روزهای خود را با آرامش و مهربانی می گذراند و هر کسی را که به قصر می آمد با دیدن رفتار او و صدای آرامش بخش دلش را آرام می شد. شهریار و پادشاه او به افسانه‌ای تبدیل شدند که مردم تا سالها بعد از آن یاد می کردند. افسانه‌ای از پادشاهی که یاد گرفت آرامش را در قلب خود پیدا کند و آن را به همه اطرافیانش هدیه دهد. و هر شب وقتی آسمان تاریک و ستاره ها روشن می شدند، صدای باغ آرامش بخش پادشاه در گوش هر شنونده‌ای زمزمه می کرد: لحظه ها را آرام بگیر، نفسهایت را عمیق کن و بگذار قلبت با جهان آرام شود. امیدوارم این قصه آرامش بخش لحظاتی از دلشوری و خستگی روزانه شما رو سبک کرده باشه. اگه از این سفر خیال انگیز لذت بردید، کانال آوای خواب رو دنبال کنید تا با قصه های بیشتر و صداهای آرامش بخش شبهای بیشتری رو و بهتری رو تجربه کنید. شما میتونید زیر این ویدیو نظر بدید و بگید که کدوم قصه ها یا پادشاهان رو دوست دارید که در ویدیوهای بعدی بشنوید. و یادتون باشه که هر شب یک لحظه برای خودتون و آرامش ذهنتون اختصاص بدید. تا ویدیوی بعدی شبتون آرام و قلبتون سبک باشه.